مبینا، با مدال مبینا. پرچم ایران بالاست. ایران دوست داریم، ایران عاشقتی. چه حسی داشتی موقعی که اولین ورزشکار نسل دهه 80 رو به مدال رسوندی؟ خب خیلی حس خوبیه وقتی که مخصوصا اون بازیکن خودت باشه، شاگرد خودت باشه، خیلی لذت بخشه و برای من این اتفاق افتاد و خیلی خوشحالم که تونستیم تو این آوردگاه خیلی مهم المپیک که بالاترین همه رویدادهای دنیاست مدال آور باشیم و خیلی خوشحالم و واقعا از مبینا تشکر میکنم که همه جوره گوش فرا داد و واقعا میخواست که مدالیست بشه، میخواست که حتی رنگ مدالش خوش رنگتر از برنز باشه. آخرین بزرگترین چالش بود تو پاریس. خب سخت بود دیگه، بزرگترین چالش ما واقعا حریفای یکی پس از دیگری سخت بود که باید خودمون رو با اون شرایط وقت میدادیم و با اون جو سالن تکواندو که واقعا خیلی جو سنگینی بود بتونیم بچه‌ها رو هندل کنیم و اون جو رو ازشون یه مقدار استرس ازشون بگیریم، مخصوصا مبینا که روز اول بود و کم تجربه تر بود. حتی مبینا زمین جهانی تو بزرگسالان رو هنوز تجربه نکرده. خب یهو در میدون المپیک خیلی براش سخت بود و من این استرس رو حس می‌کردم. تمام تلاش من برای این بود که هیجان خودم رو کنترل کنم، هیجان بازیکنم رو کنترل کنم و بتونم جوری مدیریتش کنم که خیلی راحت بره تو زمین و خدا رو شکر این اتفاق افتاد. مبینا خدا رو شکر هم به من اعتماد داشت و داره، همین که واقعا میخواست که من کوچش باشم و با هم هماهنگ بودیم و دوست داشت که این اتفاق بیفته و چون این خواسته خود بازیکن بود و خیلی هماهنگ بود و ما خیلی بازی‌ها رو با هم ماها قبل تو تهران نشسته بودیم آنالیز کرده بودیم تمام حریفا رو. این هماهنگی بین من و این بازیکن به وجود اومده بود قبل‌تر، بنابراین خیلی راحت‌تر میتونست اعتماد کنه و خیلی راحت‌تر میتونست مدیریت کنه و این هماهنگی بین من و بازیکنم بود و همین باعث شد که راحت‌تر کار انجام شد.